ولی من یه مافیای قطعی دارم سید جواد هاشمی. دوباره اون ببین شما خانم قاسمی تارگت منه، شما وایسا اجازه بده صحبت‌های منو بشنو در مورد تارگت مشترکمون، بعد به من بگو مافیا. درسته؟ تو شهروندی سید جواد؟ خیلی خوب، فردا رای بده یارم بره بیرون. چطوره؟ شما میدونی من و ایشون مافیان دیگه. خیلی خوب، شما فردا رای بده یارم بکن بیرون. من شهروندم، تعامل میکنم، دیالوگ میکنم، اشتباه میکنم دنده عقب. آقای پوربخش صحبت‌های یه دکو شنیده، پا شده راجع به همشریکین حرف میزنه، بازم تارگت نداره، میگه همشریکین بین این دوتا بشینه. چرا بین ما دوتا بشینه؟ ایشون 8 تا تارگت خورده روز معارفه. سوال آقای خودعزیز، فرض کن تو مافیا، خب احتمال نمیدی اون یارت باشه باش چشم باز کنی؟ آخه بهار قاسمی که ایزی تارگت نیست 8 نفر تارگتش کنن که. من که ایزی تارگت نیستم 6 نفر 7 نفر تارگتم کنن که. پس این تو به نظرم چیزی در نمیاد. ساید من با مجتبی پوربخش در میاد. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه 8 نفر 9 نفر بعدش حرف زدن، پا شده هیچی نداره برای گفتن. حتی تارگت های دیروزش هم پیگیری نمیکنه. چیکارت کنم تو رو؟ و بله شما واقعا هیچ چیزی نگفتین، یعنی که اصلا تارگت نداشتین کلا. مگه میشه دور دوم تارگت نداشتین هیچی؟ این خیلی چیز مشکوکیه. من هستم برای اینکه هر یک از این دو عزیز رو بیاریم بالا، با هر کدومشون رأی میدم. چرا دعوای من و مجتبی پوربخش دنده نمیخوره؟ درسته؟ پس اگر مجتبی پوربخش مافیا باشه اینجا یار داره. امیرعلی جون فکت غلط میاری تو بازی. توی این سمت یک مافیا دیدی به دلیل اینکه روی اون دعوا نیومد. من رفتم روی اون دعوا و ایشون رو تارگت کردم، ایشون نیومد. ایشون شد شهر، من شدم مافیا. من به شما میگم 100 شهر بازی. شما تا کیاس، من هر وقت تو بازی بودم، شما تا کیاس برو، مافیا مسیح ببر نوش جونت. برای اینکه استدلالت برای سید خیلی درسته دیگه. دارم میگم اون خانم سر صحبت کرده. صبر کن آقای نادر فلاح، گوش کن سید. گفتی من مشکوک‌تر دارم، درسته؟ ایشون که سر دست صحبت کرده، درست؟ امروز که حرف جدیدی نزده. چجوری شد مشکوک‌تر شد؟ منم که قبل آخه صورت قربونه داداش اذیت هم نکن. من اینطوری بازی نمی کنم. صورت و سیرت و اینا نی. استدلاله. الان یه استدلال منو شنیدی؟ میگم دعوای من با مجتبی پوربخش دنده نمیخوره، همه دارن تو رو تارگتت میکنن. پس مجتبی پوربخش میتونه مافیا باشه، اینجا یار داشته و تو میشی شهروند اینجا. پس امروز با من یه رأی میکشی زیر مجتبی پوربخش، میره خوند مافیا، اینجا من دنبال یاراش میگردم. میخونه یک مافیا، من میشم شهروند تو این بازی، به حساب دفتری شما فردا رسیدگی میکنم. خب ساید من با مجتبی پوربخش در میاد. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه 8 نفر 9 نفر بعدش حرف زدن، پا شده هیچی نداره برای گفتن. حتی تارگت های دیروزش هم پیگیری نمیکنه. چرا دعوای من و مجتبی پوربخش دنده نمیخوره؟ درسته؟ پس اگر مجتبی پوربخش مافیا باشه اینجا یار داره. من به شما میگم 100 شهر بازی. یه نکته دیگه هم بگم، بین مهراب و کوروش به یه استدلال دیگه هم مافیا نشسته. اون استدلال دیگه چیه؟ شما اگر شهروندید، خب میگی سید جواد هاشمی مافیاست دیگه، درسته؟ دیشب ماسکشو داده پایین، سر شما رو پایین دیده. چرا نباید تارگتشو پیگیری کنه؟ مگه شما یارشین که میگید چرا پیگیری نمیکنه؟ خب اون مافیای ماسکو داده پایین، سر شما دوتا رو پایین دیده، تارگتش هم امروز پیگیری میکنه، ترسی از این کار نداره که. درسته؟ پس شما دوتا هم امروز با من رأی میدیم مجتبی بره. میخونه آقای سید جواد، من با خداداد با توجه به بازیایی که داشتیم تو دستای قبلی هم عقیده ترم. من با توجه به اینکه سری پیشم همچنان در واقع به شما تارگت زده بودم، به شما تارگت میزنم. سری قبل منم تارگت زده بودید، ولی این بار
مسون بودم، اتفاقا با لفظ برادر عزیزم و اینها که من کوچیک شما هستم اصلا. سید جون از منم عقب کشیدی. این حال عاقل نمای شهروند نمایی که اومدی این وسط و یه چیزی رو جمع بکنی و دوتا سایدی که وجود نداشته رو خلق کردی رو که اینا رو بیاد یکی از این دو نفر چیز بکنه، آره تو کت من نمیره واقعا که خودت رو گذاشتی به عنوان عاقل شهر که الان تکلیف شهر رو روشن میکنم. به نظرم این دوتا بیان بالا باشه چیز خاصی مشخص نمیشه. رأی دفاع نداریم. آقای رامین یک دو سه چهار پنج شیش رامین دفاع میکنه و فرزاد فرخ یک دو سه چهار پنج شیشو میشه نمیشونم ولی فرقی نمیکنه، ایشون هم دفاع میکنه. یعنی تو ذهنم بود اگر هم شریک نظر به من اون فکت رای گیری خودش رو رامین راستاده بیارم چون از یه ساید رای داده بودم. گفتم اون خون شهروند اینم میشه شهروند که سمت این بره با من طرفه. پس قبلش هماهنگ بودی که رامین راستاد تو اشتباه کردی بهش رأی ندادی، این به تو رأی داد. یه فکت مافیا بودنش اینه، این که تو رو مافیا نداشت چرا به تو رأی داد. دو فکت دوم مافیا بودن ایشون بلند شد یار فروشی 100 ریخ رو امیرعلی که خودش رو سفید کنه. 100% شک نکنید آقا، شک نکنید، مافیای دوم اینجا نشسته، اصلا شک نکنید. چرا لئون اونو بزنه؟ به چه دلیلی بزنتش؟ چی دلیل نداره. من به نظرم شهره، نظر شخصی رو دارم میگم، من به نظرم شهره، مشکوک بشم. من نظرم اینه که ایشون شهره. اولین نفری که انداخت روی امیرعلی نبویان ایشون بود. ایشون نمیتونه اون چنین یار فروشی باشه تو جلسه اول بازیاش. حالا میتونه. من با ایشونم آقا، اصلا من یک شهروند تبر خرکیم، ولی من با شمام. مجتبی چرا گیج میکنی شهر؟ آقا نادر برای چی شهر رو گیج میکنی؟ اصلا خیلی واضحه. شما باید الان دنبال مشکوکات بگردید. آقا اون آدم پهلوی اینو سوراخ کرده، میتونه جک باشه ولی شهروند بازی کرده. اینجوری نکن، شهروند بازی کرده پسر خوب. یه خواهش میخوام بکنم از همشریکین، حتما با یکی از این دو عزیز امیرعلی نبویان یا بهار قاسمی بنشیند. من به نظرم میرسه که همشریکین با خودش بشینه بهتر از این دو نفره. این نظر شخصی منه. این پیشنهادی که شما داری میدی، چرا پیشنهاد میدی با امیرعلی و خانم قاسمی بشینه؟ چرا با خودت نشینه؟ خواهشاً استفاده کنه. بشینه آقا، اب نداره. من اشتباه میگم؟ بالاخره با یه نفر باید بشینید، با این بشینید. به نظر شخصی من راجب آقا مجتبی حرف میزنی، قصد جنگیدن باهات رو ندارم. با مجتبی حرف میزنی میگی با اون بشینه. چرا باید با مجتبی بشینه؟ چه اصراریه که میکنید؟ همه دوست دارن همشریکین باشون بنشینه، منم دوست دارم با منم بنشینه. اما بعضی وقتا گره توی بازی با کسایی میفته خدا داد که اون آدما حرافن توی بازی پدرخوانده. من عذرخواهی میکنم. من اعتقادم اینه که آدم‌هایی که فکت سازی میکنن مثل امیرعلی نبویان که بعضی وقتا خودشو نقض میکنه ولی فکت میده، خودش رو نقض میکنه ولی فکت میده. من معتقدم با شما موافقم. گذشته از این که شما اصلا مافیا هستی یا نه، واقعا من اگر هم شریکین باشم حتما با امیرعلی میشینم. بس شما دوتا رو دارم میکنم، اصلا بحث دیگه ای ندارم. هم کنستانتینتون بیرون رو خوردیم هم دکترتون رو. یه لئون هم داریم که سر میز ما نشسته.
کنستانتین هم ندارید که کسی رو برگردونه. موافقین؟ کسی مخالف این حرفه؟ نیست دیگه. کنستانتین بیرونه، هیچ کی لایک نده. طوری که امشب رفقا استشیشون میکنن. 2 تا راه داریم. همشهری که این ما امروز از بازی خارج میشه و حق اطلاق نقش هم نداره، اما اگر به نظر من در روز بره و کارت بکشه و فیصاف بکشه و بذاره جلوی آقای نبویان، خیلی با شکوه‌تر این اتفاق میافتد. این یه پیشنهاده. یه پیشنهاد دیگه هم اینه که به آقای نبویان رأی بدیم و بره بیرون. این 2 تا راهو داریم. ولی چون کین میسوزه، یعنی من فکر میکنم که مجتبی شهروند صده، ممکنه همشهری کین هم باشه، حالا نباید اطلاق مستقیم بکنم. یا باید همشهری کین بره بیرون کارت بکشه، یا بذاره جلوی جک ذهنیش، یا بذاره جلوی مافیا فیصاف و 50% این امکان وجود داره دیگه. یا اینکه من میگم ایشونو لئون شب شات کنه و این کارو بکنیم. در غیر این صورت منو که حتما نمیتونید بدید بیرون. من نمیرم بیرون. من اونجا ذهن زیبا میکشم، میام خانم بهار قاسمی. میدونین چرا؟ چون طلسمشو گشته رو من، داشته پارو میزده من بمونم، میگفت همشهری که این بره کارت بکشه. چطورم؟ ای جانم. ذهن زیبا وقتی این کارت میاد یعنی باید بازیکنی که اینجا است اگر جک بازی را درست تشخیص بدهد از بین جمع، به جای جک داخل بازی برمیگردد. از نظر شما جک بازی کیه آقای نبویان؟ منم نمیرم. میدونی که نمیرم، چون میرم اونجا ذهن زیبا میکشم، به شما میگم جک گلیشکی یا به تو میگم جک گلیشکی. یکی از شما دوتا. اگه من فردا دوباره شماها رو ندیدم، اگه من فردا دوباره من نمیرم بیرون. من اونجا ذهن زیبا میکشم، میام خانم بهار قاسمی. میدونین چرا؟ چون طلسمشو گشته رو من، داشته پارو میزده من بمونم، میگفت همشهری که این بره کارت بکشه. چطورم؟ خانم بهار قاسمی. خانم بهار قاسمی. کاملا درسته. یه جواد هاشمی هستم و میریم که لتوپار کنیم و شهر رو این بار برنده، چون 2 هفته است که شهر برنده نشده. قطعاً به نظر من باید لئون ایشون رو بزنه، یعنی تو شب بزنه. ما بریم سراغ اجماع برای کسی دیگه. این نظر منه. بعداً خدا داد منو لطف کن روشن کن. این نظر منه که من میگم باید لئون ایشونو بزنه. ایشون شب اگر زمین بخوره بهتره. قطع به یقین یا لئون بیرونه یا دیفیوز شده. نه معلوم نیست، شاید دیفیوز شده. یادتونه روز اول بازی گفتم لئون سر میز من نشسته؟ هنوزم نشسته. من چی کار کردم که دیشب لئون نتونست منو شات کنه؟ الانم برم فیصاف بکشم، میذارم جلو همون لئونه. تغییر چهره. تغییر چهره. شعبده بازی نبود، چشم بندی هم نبود. ذهن برنده سید جلوی جواد. چشمتون اتفاق افتاد. تغییر چهره. همه خواب. هیچ کاری نکن لطفا. من همون جوری که گفتم میرم اونجا ذهن زیبا میکشم، الانم میرم اونجا فیصاف میکشم. میدونی اسمش چیه؟ ذهن برنده. خسته نباشید. 3 2 1 شب. چکرم.